بالاخره چون هم کشیدی ویدیو بگیری و میای استارت ویرچوال کامera تو OBS رو میزنی ولی پیغام میبینی. خیلی عذابه. امروز میخوام بهت یاد بدم چجوری حلش کنی. و اولین کاری که میکنی که میای تو ستینگ براوزرت و این لول یه جوری این کامera رو پیدا میکنی که بتونه انتخاب کنی روش کامera بذاری. الان میبینی که من رپ و کامera دارم که وب کم خودمه. یه دونه اچ کامera C922X این چیه؟ حالا توضیح میدم. شما ممکنه دونه OBS ویرچوال کامera داشته باشین به جای این. حالا داستان چیه؟ در حال حاضر مشکلی من به خاطر اینه که خب الان دارم با این کامera رکورد میکنم. الان دی اکتیوش کردم و الان من رفرش که بدم منو با کامرایی که اینجا دارم الان دارین میبینی. و خب میگه اوکی چون ببین تو OBS ویرچوال کارو انجام بدید. در نهایت بدونید که اونجا میتونین اندازه کامراتون رو درست کنین یا حالا بیاین فیک اسکیپ بذارین، جامپ اسکیر بذارین، کار دیگه انجام بدید که خیلی فانه. بیشتر استفاده که من ازش میکنم اینه که خب بیام این فضا وایدی که میبینید کل اتاقم پیداست فقط یه تیکشو بذارم. اینم چه جوری من بیام مثلا زومشو زیاد کنم در این حد. تو حالت عادی نمیشه همچین کاری کرد. همونطور که دیدین معمولا یه همچین اروری میده یا اصلا نمیتونین استفاده کنین. چرا؟ چون نشناخته OBS ویرچوال کامera رو. برای همین من رفتم یارم گشتم تو این ویدیو هندیا و انگلیسی و این چیزا. تمام ویدیو رو برشون چند تا ویدیو درست حسابی پیدا کردم. ولی خب اولش هم فکر کردم اونو به یکی یه بالا میخواد سرم بیاره. چرا؟ چون که دو تا فایلی که الان اینجا میبینین داشتن و این فایل چیکارن؟ میان اسمی OBS دون رو عوض میکنن و باعث میشه که خب براوزرتون بشناسه OBS ویرچوال کامera رو. من اول خودم میترسیدم یوزشون کنم چون میدم تو ویدیو استفاده میکنن ولی گفتم حتما یه فایل خامه من استفاده کنم سیستم بفهمه. ولی خب گفتم جهنم و ضرر استفاده کردم کارم راه افتاد. و فقط این نیست، بعدش هم این سری کارا هست که بعد انجام بدین. اونا رو هم بدون میگم چجوریه. لینک این فایل رو تو دیسکریپشن گذاشتم. میروشون کلیک میکنین، یس میزنین و اوکی میزنین. بعدی هم همینطور اوکی. بعدش چیکار میکنین؟ بعدش میان اینجا و میرین تو دیوایس منیجر و خب قبلش اومی تی وی یا مینی چتتون رو میبندین. تو دیوایس منیجر میرین تو قسمت کامراز و هر کامرایی که دارین اونجا دیزیبلش میکنین. میگه که دیزیبلینگ دیس دیوایس ویل کاز تو استوری خورد چرت و پرت میگه میخوای دیزیبلش کنی میگه اوکی. ولی بعدش معمولا میپرسه که حالا میخوای سیستم ریستارت کنی؟ یعنی چیزی شما نو رو بزن بگین نه نمیخوام. ولی یادتون باشه وقتی خواستین که کامراتون رو دیزیبل کنین قبلش OBS رو ببندین، چون که وقتی میخواین این کار رو انجام بدین ازتون میپرسه که این باعث میشه که خب یه سری از کاری که دارین میکنین با وب کم ناقص بمونه و بعدش میگه خب حالا ریستارت کنین. ریستارت برای اینه که همه برنامه‌ها بسشن دوباره بازشن که اپایی که دارن از وب کم استفاده میکنن دیگه نتونن استفاده کنن دیزیبل بشن. و برای همین من اون موقع که دیزیبلش کردم علامتی دیزیبل کنارش نمیاد. بعد نفهمیدم چه گندی زدم. بگذاریم پس یادتون باشه اینجا این علامت حتما بدین گوش بمونه. نیازی هم نیست ریستارت کنین. بعدش میرین تو OBSتون و استارت ویرچوال کامera رو میزنین. یه بحث دیگه هم هست که میتونین شما بیان از این قسمت و انتخاب کنین که بس چه نوعی میخواید ویرچوال کامراتون باشه. من زدم سین و سین 2. چرا؟ چون که میخوام سین دومم یعنی صحنه دومم تو OBS بره تو حالا اون اومی تی وی یا مینی چت که میخوام باش با بقیه حرف بزنم. چرا؟ چون میخوام تو اون سین تنظیمات وب کم و اینا یه جور باشه و بیام تو این سین صفحه رو ریکورد کنم. برای همین امیدوارم گرفته باشین. نگرفتینم که خب دیگه چیکار کنم دیگه. الان بعدش می تو ستینگی براوزرتون و اینجا دقت کنین تو قسمت اون کامera که اون موقع گفتم شما دیگه اون وب کم خودتون و همونطور OBS ویرچوال کامera رو نمیبینید. چرا؟ چون اسمش عوض شده و HD کامera شد. حالا ما میریم تو اومی تی وی برای کمی که صبر کنیم که صفحه سیاه حالا بشه درد ما میخوره. ما میخوایم وب کمون هم باشه. اوکی میون اینجا دوباره وب کمتون رو اینیبلش میکنین و میبینید علامتش رفت. اینجا میبینید که الان صفحم هم بهتر شده چون که دیگه جای اضافی نیست و دیگه اون ارور به ما نمیده و همون شوکه شده. یه بحثی که از بعضیا میبینین اینجا دقت میکنین میبینین که همه کشور هست جز ایران. این مشکل من براتون حل کردم تو ویدیو قبلی. میتونین برین ببینین که اون مشکلتون هم حل بشه یه باره. از اینکه آموزش کمکت میکنه 100% این مشکل رو حل کنی مطمئنم. پس الان نمیگم لایک و ساب کن، حرکت ها رو انجام بده. یا اگه داشتی از اون موقع طالب با من انجام میدی میدونی که 100% کار میده و مشکلت حل میشه. و برو اگه مشکلت حل شد برگرد و ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن که اگه بازم از آموزش گذاشتم یا ویدیو محتوای جالبی چیزی گذاشتم سریع بفهمی به ویدیو رو ببینی. خواهش میکنم میتونی بعداً ازم تشکر.